Aeroporti Oshim qaror داریم. انا کدامی که گرجزنین روسیه های ای اوش به طرف پشتی قریب که همه شهرهای روسیه علاقه رسوک شده شده. قریب همه شهرهای روسیه اول یک چند شهرش بود فقط حاضر همه شهرهای روسیه رسوک شده شده. رسو همشون سحر میپرن. این سحر برادرها را به اوفا، سمارا، کازان روان کردیم. فقط رسی پراموی مسکو که مطرح برادرایی که مسکو رفتن یعنی اوش через اگم مثال через سمارا، через نижний новгород یا через اگم شهر دیگه رفته استنده یعنی через пересадка که ارزان تر میشه. بلیتو ای 22,000 سر میشه تا 30,000 31,000 ایده نرخ بلیتوی که ای اوش طرفی روسیه میروه. ای اوش طرفی شهرهای روسیه میروه. ای طرف روسیه اوش باشه بلیتو ارزانن. ای طرف روسیه اوش بلیتوی ارزانه. بلیت 6,000 سر میشه. зависит در کدام شهر اومدنین. ای طرف روسیه через اوش تاجیکستان اومدنی باشین любое гражданство میشه. از طرف اوش через اوش روسیه رفتنی باشین فقط گرجدنهای روسیه پکه حضورش در یکم. خیلی مثال ویدناجیتل هم داشته باشین، RVP هم داشته باشین، اوش درآمده نمیتونین. مثال قرغیز درآمده نمیتونین. اگر درآمده بتونین میشه پریده لیکن گرانیتا درآمده نمیمونه. این سحر ای کازان، ای اوفا، ای سه تا سمیلات دیگه ای مسکو اومد. واسه همه تاکسی حالا که رفتگیان تو اسفراره اینجا تاکسی رو نمونده. حالا که burada آدم ها رو میفرورن گرین سد ابرد نگشته میوین. این اونجا درآمدگاه های از درایم هم уже رسو همش پریدگی های سحر بچه رو گسیل کردیم پریدن رفتن. خوب برادرها اگر مثال بلیت در کار باشه через قرغیز، اگر через بیشکک خواهین через بیشکک، через اوش خواهین через اوش ای طرف روسیه میوین، ای طرف ترکیه میوین، ای قزاقستان میوین. هر دولتی که نباشه فرق نداره. و از قرغیز به ترکیه و قزاقستان بلیت‌های ارزان است. فقط گرجدن روسیه باشین یا که درآمده بتونین در این قرغیز این طرفش کاری ما برادرها. اگر خدمت باشه اما مرحمت زنگ زنین ان شاء الله کاری همتون رو میکنیم. خوب در پناه خدا باشین. کدام نرخ بلیت کدام شهر در کاره لیشکا نویسین. واتساپ هست، ایمو هست، تلگرام هست. خوب در پناه خدا.